حالا فقط سکوت بود. سکوت و دیگه هیچی. و من فکر کردم تنها راه رهایی از درد رهایی از دنیاست. واکنش به تجاوز نظامی دولت انگلیس و توقیف نفتکش ایرانی اختر، آقای دکتر محمد مصدق هشدار دادند که تحریکات خصمانه دولت انگلستان در اراده شکست ناپذیر مردم ایران برای بهره‌وری از منابع ملی خود کوچکترین تأثیری نخواهد داشت. ایشان بار دیگر تاکید کردند که نفت ایران متعلق به ایرانیان است و بهره برداری ایران از منابع طبیعی خود بر اساس حقوق بین الملل و حق انکار ناپذیر مردم این سرزمین. کر شدی؟ این رادیو رو خاموش کن ببینم. این چیه؟ امروز چسبیدی به این رادیو لعنتی؟ امروز بسیاری از مردم پاشو برو کم به سر و وضع خودت برس. امشب مهمون داریم. دولت ملی خود و در اعتراض من با تو حرف نمیزنم. مکرر دولت انگلیس گفتم این لامصب خاموش کن. نشنیدی چی گفتم؟ دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند. آخه من از دست تو چیکار کنم دختر؟ داره 30 سالت میشه هنوز شوهر نکردی. امشب داره برات خواستگار میاد. اگر آدم باشی شاید وقتت باز بشه به یه خونه زندگی چیزی برسی. پاشو پاشو. مرد شور هرچی خواستگاره ببره. من نمیخوام شوهر کنم. تو غلط کردی؟ من شوهر نمیخوام. عجب زبونی در آورده. به نارضایتی ها گفتم این لامصب خاموش کن. مثل اینکه تو اصلا آدمشون نیستی.
من دارم میرم سر کار. پا میشی وسایل شامو جور میکنی، از خونه بری بیرون پاتو قلم میکنن. سلام آلیا خانم، مونس خونه است؟ سلام مامی. سلام مونس. سلام فائزه جون، خوش اومدی. چجوری تو این شلوغی اومدی بیرون؟ با بدبختی. بدبختی یعنی چی؟ بیرون خیلی ناجوره نه؟ تو رو خدا تعریف کن برام، بگو چه خبره بیرون؟ اوضاع خیلی خرابه. ها؟ مردم ریختن بیرون. من که نمیفهمم جریان چیه. این رادیو چرا اینطوری شده؟ برادرت کجاست؟ به خاطر همین امیرخانه که اسیر این 4 دیواری شدم. آخه اینقدر دلم می‌خواست از خونه برم بیرون. بابا یه مشت بیکار ریختن بیرون، کجا میخوای بری؟ بیکار کیه؟ اونایی که گلوشونو پاره میکنن. یه مشت مزخرف دارن تحویل ملت میرن. یعنی چی فائزه جون؟ اگه همین مردم نرن بیرون که هر بلایی دلشون بخواد سرمون در میارن. همین امروز خودم داشتم میشنیدم که انگلیسا اومدن جلوی یکی از نفتکشای ایران گرفتن. بعد تو برمیگردی میگی اینا یه مش بیکارن ریختن تو خیابون؟ راستشو بخوای جای من و تو هم تو خیابونه. مونس، درسته که امیرخان داره زن میگیره؟ زرین خوشگل. سلام علیکم آقا. ممنون دارم. اینجا خونه توی